شامتون بخیر باشد. بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم پیشنهاد شما میکنیم. امروز 10 نوامبر است و نخست نظر کوتاه خواهیم داشت به سرخط چندی از موضوعهای مطرح شونده. سیل به دهها خوجگی نویه 5 زیان رساند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از خطر بالا رفتن سطح آبی دریاها در تاجیکستان هشدار می‌دهد. پختکاران در سراسر آسیای مرکزی شکایت دارند که پرورش طلای سفید به آنها فایده نمی‌آورد. 500 سوم 1000 سوم فایده میمونه، همه فایده نمیموند. پوگیز دیقون مینوسند آغازی. و در عرفه بازگشت به وطن مهاجر مهنتی به همتایانش مشورت می‌دهد که فرهنگ کاری بریتانیا را در وطنهایشان جاری کنند. وقتی به وطن برمیگردید آنجا هم به همین شیوه انگور پروری کنید و حاصل گیرید. روز 9 نوامبر سیل در نویه 5 ولایت ختلان به چندین خانه و حولی و انشاءات اجتماعی ضرر رساند. به اطلاع رسمی در جمعیت نمونه نویه 5 6 خانه و زیاد از 70 حولی زیان دیده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید سیل در جمعیت به نام کبود سیف الدینов به 21 قطعه نزیاولگی و 3 انشاءات اجتماعی آسیب رساند. به قول منبع در نتیجه بالا رفتن سطح آب در جمعیت آزادگان تا خانه 12 بنا استقامتی ساکنان زیر آب ماند. پلیس زیان رسیده هنوز حساب نشده است. آژانس هواشناسی تاجیکستان هشدار می‌دهد که آمدن سیل و بالاروی سطح آبی کلود دریاها، فرآمدن یرچ و ریزش سنگ 10 نوامبر نیز ادامه خواهد کرد. بنابراین از ساکنان خواسته شده است که در این روزها به نزدیکی آب انبارها شکار و چرانیدن چروان نروند. در تاجیکستان 10 نوامبر همچون روزی میلیسیا جشن گرفته می شود. طول سالهای استقلال میلیسیای تاجیک آبرو و حیثیت بحث برانگیزی کسب کرده است. از یک سو نیات‌های حفظ حقوق جنایت‌ها را به سرعت فاش می کردند، از سوی دیگر شکایت‌ها در مورد شکنجه، تحقیقات ناعادلانه، فساد و ناباوری بیشتر شده. رهبریت وزارت کارهای داخلی، نمایندگان جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی چندین سال باز برای اصلاحات در نیات‌های حفظی حقوق تلاش می‌ورزند. این کوشش‌ها تا کجا نتیجه دادند؟ در گزارش اسکندر فیروز و امیر ایسویف می‌بینیم. پژوهشگاه آمریکایی گلاب در گزارش همسالانه خود نوشته است که تاجیکستان امن‌ترین کشور در جهان میباشد و ساکنان به پلیس کشور اعتماد دارند. این در حالی است که در یک سال اخیر خبرها درباره شکنجه و دست داشتن ماموران پلیس در بازداشت‌های غیرقانونی رسانه‌ای می‌شوند. عبدالرحیم قهاروف، وزیر سابق کارهای داخلی و دبیر سابق شورای امنیت تاجیکستان، اعتقاد خود را به بهبود مستمر ساختارهای داخلی کشور ابراز داشت. باوری مردم نسبت به کارمندان مقامات ملیس نهایت بلند است. امنیت جمعیتی به فکر من خوب تامین کرده شده است. گنرال بازنشسته طاهر نورماتов، سردار سابق ستاد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، برخی کاستی‌ها را تصدیق کرد، اما تاکید نمود که امنیت ساکنان تاجیکستان در سالهای اخیر به طور خوب تامین کرده شده است. отдельных случаях эти моменты тоже есть. Одних никто не скрывает. در برخی موردها کمبودی‌ها نیز وجود دارند و کسی آنها را مخفی نگاه نمی‌دارد. با نوشته رسانه‌ها چند تن از کارمندان میلیسیا نیز برای قانونشکنی‌ها بازداشت شدند. از صحبت‌ها با همکاران سابقم آگاهی دارم که راهبریت وزارت کارهای داخلی در مورد دیرتر واکنش نشان دادن کارمندانش به شکایت ساکنان سختگیر است. باز هم میگویم در هر کار دستاوردها هم هست و هم کمبودی‌ها، ولی حالا در فعالیت وزارت کارهای داخلی پیشروی‌ها بیشتر است. Есть свои недостатки, их надо устранять. МВД не стояла на месте, она постоянно совершенствовалась. علی خان اکرامی، یک افسر سابقه‌دار بخش سنجش‌های طبی سودی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، هر ساله به کاهش مداوم آمار جنایت‌ها اشاره کرد. متاسفانه خدمات نقلیاتی زیاد شده است. مثلا انا مثال خدمات نقلیاتی مقبول زیادتر شده. خب در خب جنایت‌های هست، جنایت‌ها بعد به جنایت نمیشه. جنایت‌هایی که مثلا شکل سبک و مثلا شکل میانه و دیگرش از جای دارد. متاسفانه میشود ولایت‌هایی که نسبت کارمندان مثلا میلیسیا مثلا پرونده جنایی آغاز میشن برای حد وکالت برآمدن هست جای دارد. خیلی البته میگم نسبت به سال‌های پیشین خیلی کم شده.
این مشاهده‌ها علیرغم حوادث اخیر مانند مرگ عبدالقهار رازیقов ساکن شهر کولاب و قضیه لکت و لاتوکوب ساکن همدانی است. حقوقشناس شاکرجان حکیمов معتقد است که قانونگذاری زمینه‌های حقوقی برای پیشبرد فعالیت ساختارهای وزارت کارهای داخلی فراهم آورده است، ولی چند عامل از توسعه این امر جلوگیری می‌کند. تا زمانی که شکنجه، مناسبت‌های کرپسیونی برآمدن از حد وکالت خدمتی، درک و احساسی بدون نظارت جامعه شهروندی و واسطه اخبار عامه بودن وجود دارد، ثمره‌ناکی کار میلیسیا کمتر میشد. شاکرجان حکیمов افزود که استراتژی اصلاحات میلیسیا در سال 2013 تصویب شد و قرار بود در سال 2020 میلیسیا به پلیس عوض نام میکرد. هدف اصلاحات در بالا بردن سطح کارمندان حفظ حقوق، مبارزه با فساد در صف آنها، از بین بردن شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه با بازداشت شده ها بود. ولی در آینده این اصلاحات وظیفه اساسی این نیرو را برای حفظ مردم روانه می سازد یا برای حفظ حاکمیت تبدیل می دهد روشن نیست. برنامه اخباری آزادی رو با گزارش‌های دیگر پای می‌گیریم. موسم امسال قانونچینی پخته در تاجیکستان به پایانش نزدیک می‌شود. مقامات میگویند تاکنون زیاده از 300,000 تن پنبه جمع‌آوری گردید. این موسم در ازبکستان و قرقیزستان هم جریان دارد. اما امسال در هر سه کشور دهقان‌ها از مشکلات لب گشودند. بخش فرغانه رادیو آزادی نظر آنها را در گزارش گرد آورده است و آن را گلبهار مرادی تقدیم می‌کند. روزهای آخرین قانونچینی پخته در تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان. سعیده کریمова 10 سال باز هر تیر ماه در میدانهای پخته ولایت سوخت به اصطلاح تیلای سفید جمع می‌کند. میگوید امسال نسبتاً مزدی بهتر داده اند. از اون 50 درم 40 درم بود. من حاضر خدای شکر 1 سومون. من اون پخته چینده گشتیم. بارون ابراد ما به همه ها کارگری همه ها کنده هر روز. با گفته محترم عثمانov از فرغانه یک پخته‌چین در ازبکستان نسبت به قرقیزستان و تاجیکستان حق بیشتر میگیرد. امسال خدا خواهد 150-160 کیلو پخته چیدیم. دوره چینک یکم 1,500 سوم داد. حالا 1700-1800 سوم میدهد. اگر از 100 کیلو زیاد چینید 1 کیلو روغن پخته اضافه کرده میدهند. اما مشکل پخته‌کاران هر سه کشور منطقه یک خیلی می باشد. پایین بودن نرخ پخته. دهقانان ولایت سوخت از این وضع شکایت دارند. انا حساب کنید که 1 کیلو پخته 1 تن پخته ما 6 سومونده ازی 2 تن پول پخته هم تو چکم شدگی 500 سوم 1000 سوم فایده میمونه همو فایده نمیمونه پوگز دهقان مینوسند ازی. حالا نرخ 1 کیلو پخته در ازبکستان از 6500 سوم یعنی 6.5 سومانی تا 9500 سوم یعنی 9.5 بالا رفته است. ولی دهقانان میگویند این نرخ خراجات آنها را نمیپوشاند. در صحیفه در تلگرام که بیش از 20,000 دهقان ازبکستانی عضوش هستند، شکایت ها را از نرخ پخته دیدن ممکن است. ظفر آتاجانوف امسال همراه خانواده‌اش در ولایت اوش قرقیزستان پخته کشته است. میگوید نرخ پخته در قرقیزستان بسیار ارزان شد. هر کیلویش 65 سوم. نرخی که به باور او خوب نیست. سبب آن است که در بسیار منطقه های جهان خشکسالی بود. پخته نغز نبود، ولی به این نگاه نکرده طلبات به پخته کم است. خیلی کم. پخته یکی از محصولات اساسی صادرات تاجیکستان به شمار می رود، ولی دهقانها سالهای آخر کشت آن را کم کرده اند. یک روزنامه‌نگار تاجیک نخواست نام بر شود میگوید در تاجیکستان کشاورزان را دوباره مجبور میکنند که کمش در 50% زمینشان پخته کنند. عبدالحافظ محمودوف امسال زمین کرایه کرده پخته کشت، اما از بی‌آبی پخته‌اش نغز نروید. حاصل دهقانا نغز نشده، پخته بی‌آب ماند، آب نشد، نبرآمده.
زمین استاد است به خال یخل جواب جرماکه کدیم ایم جرماکه شد نکی کامابی ایم میشده وای سال کاشته بودیم مونده برا آب وای آب نشد نبرآمد مون اجازه نداد اول بای سونه نشدم بعد مجبور کارتون گفت یگان چیز ба мисли тоҷикистон имсол деҳқонони қирғиз низ аз нарасидани об ранҷ бурдаанд аммо душвории асосӣ нархи пасти пахта будааст ки ба гуфтаи деҳқонон таъини он дар дасти онҳо набуда балки дар ихтиёри ширкатҳои дохилии бартаридору наздик ба мансабдорон ва ширкатҳои харидор аз берун ҳастанд. برنامه را ادامه میدیم. برخورد بد با مهاجران در روسیه و وضع مالی در جهان تا یک سال اخیر اکثر زاده‌های آسیای مرکزی را وادار کرده است که سمت نوی مهاجرت کاری را کشف و جستجو کنند. در این میان ده نفر توانستند با راه‌های مختلف برای کار به لندن بروند. لایه میگرانت مدیا در گزارشی از کار و زندگی یک مهاجر قرغیز در انگلیس قصه کرده است. میربگ محمد قاسم باور دارد که مهاجران می توانند تجربه در کشورهای خارج اندوخته خود را در وطن استفاده نمایند. گزارش را همکارم زرنگیزی نوروش را تقدیم میکند. این آخرین روز کاری من است. با همین کاری من در لندن به آخر میرسد. میربگ محمد قاسم 6 ماه باز در لندن کار و زندگی دارد. در آخرین روز کاریش خواست در نواره از تجربه کاری خود در بریتانیا نقل کند. این صبح لندن است، هنوز روشن نشده است ولی همه به کار میروند. در لندن مهاجر خیلی زیاد است. میربگ تا جای کارش در 20 دقیقه میرسد. میگوید در اینجا مردم بیشتر از مترو استفاده میبرند. در لندن در این 6 ماه من یگان ماشین لکسوس 570 یا لند کروزر 200 را ندیدم. فقط ماشین های کاری را میبینم. ببینید اکثر ماشین ها اساساً برای انتقال بار استفاده می شوند. یعنی در این کشور اقتصاد در حال حرکت و جوش و خروش است. میربگ ماه مای به لندن آمد. برای این سفر وی تقریباً $1400 صرف کرده است. در 3 ماه این مبلغ را کار کرد. اول در یک فرما کار میکرد ولی اختصار شد و پس از 4 روز در جای دیگر به کار سر کرد. روز کاری ساعت 7:30 سر می شود. حالا من باید دروازه های 3 باغ نه چندان کلان را باز کنم. من همه دروازه را گشودم. اکنون به کارگاه وارد می شوم، لباسم را عوض می کنم، بعضی اسباب ها را گرفته اینجا را تازه می کنم. مهاجر قرغیز میگوید کار در باغ به فرق از فرما آسان‌تر است. به میربگ برای هر ساعت کاریش پول میدهند. بعضا از همکاران محلیش معاش بیشتر میگیرد. اینجا معاش را وابسته به آن میدن که تو چند ساعت و چی کار میکنی. مهم نیست که از کجا آمدی و ملت و مذهب و زبانت چی است، اما البته باید زبان را دانی. میربگ در وطن خود در بانک کار میکرد. کارمندی فعال بود و حتی تلاش داشت به سیاست رو بیارد. اکنون میتوانم به کارهای جمعیتی مشغول شوم. به سیاست کار نمیگیرم. اگر توانم که نگاه 3-4 نفر را به سمت درست تغییر دهم، این برایم موافقت کلان است. وی میخواهد مهاجران تجربه‌ای در کشورهای خارج به دست آوردهشان را در وطن خود به کار برند. فرض کردیم شما در یک کارخانه به انگور پروری مشغول بودید. وقتی به وطن برمیگردید، آنجا هم به همین شیوه انگور پروری کنید و حاصل گیرید. میربگ به قرغیزستان برمیگردد. امید دارد که برایش امکان دست میدهد دوباره به لندن سفر کند. به خبر دیگر، یک قطار رسانه‌های قزاقستان شام 9 نوامبر از بازداشت وزیر پیشین اقتصادی این کشور قواندیق بیشیمبویف نوشتند. بنا به خبرها بیشیمبویف در لطوکوب همسرش که بر اثر برداشتن جراحات وزنی جان داده است متهم می‌شود. رسانه تنگری نیوز با استناد به وزارت امور داخلی قزاقستان خبر داده است که شام 9 نوامبر در یکی از طرفخانه‌های شهر استانه میان مشتریان جنجال سر زده، در نتیجه آن یک زن جان باخته است. بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اخبار آزادی را در همین ثانیه‌ها به پایان می‌رسانیم. تشکر که تو این دقیقه ما را تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر چون همیشه میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. برای شما در 2 روز آینده استراحت خوب می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.